نه از همه شاهان حاکم فرمایان، خردمندان و موبدان، شخصیت‌های خیلی والا مرتبه، انسان‌های نیک و با تربیت به کمال می‌رسند. آنچنان که از فریدون، مثلا از فریدون هنوز سلم و تور فرزندان ناخلف شدند. آنها به خاطر حاکمیت، به خاطر تقسیم قلمرو برادر خود را به قتل رساندند. برکت صلح را فردوسی چگونه تصویر میکنه؟ پر از غلغل رعد شد کوهسار، زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار، جهان چون عروس رسیده جوان، پر از چشمه و باغ و آبی روان، چو مردم ندارد نهادی پلنگ، نگردد زمانه بر او تار و